بعد از اون رفتم پیش دکتر، رفتم توی هنوز تو کمایی؟ هنوز تو کما. رفتم پیش دکتری توی کما، توی مطب. اینجا کجاست؟ مطب دکتره، نمیدونیم کجاست، چه اتفاقی برات افتاده و حتی برای تکون دادن انگشتت اختیار نداری، چه برسه برای زنگ زدن به کسی با موبایلت یا هر چیز دیگه. هیچ اختیاری از خودت نداری، فقط تصاویر قد میشن، تصاویرها میان. تو خودت متوجه نمیشدی که تو کمایی؟ نه. فکر می‌کردی زندگی طبیعی تو داری میری؟ بله، فقط به خودم اینو تقلیل میکردم که من الان رو موتور بودم، داشتم میرفتم دزدی نصبونم یا داشتم برمیگشتم، اینجا کجاست؟ اینقدرم ریزولوشن و کیفیت تصویر بالا بود، میگفتم واقعیه، میگفتم واقعیه، اینجا همین دنیا خودمونه، هیچ دنیای دیگه ای نیست، اینجا همونه. آخه در و دیوار این مطب اینه، بقیه در و دیوارهای مطب‌های دیگه است. آخه این دکتری که الان اومده بالای سرم این بقیه دکتراست، صورتش، شکل و شمایلش، موهاش، پیرنی که پوشیده، همه چیزش عادیه، هیچ چیز غیر عادی و آنورمالی نداره، هیچی، یه اپسیلون حتی، هیچ. و میگفت خوب میشی، میگفت درست میشه، میگفت درد که نداری، میگفتم نه. حالا خوبه، حالت خوبه، میگفتم آره. مگه من چیم شده؟ اینجا کجاست؟ میگه شاید یه اتفاقی افتاده برام، شاید یه مریضی دارم اومدم مطب دکتر، ولی خب بیکار که نبودم، من رو داشتم رو موتور میرفتم سمت دست به دزدگیر یا هرچی که تو بین خنده هاش تو یه لحظه اخماش رفت تو هم و اون قیافه‌ای که داشت 180 درجه برگشت، شخصیتاً، چهرتاً، همه جوره برگشت، اصلا شد یه شخصیت دیگه ای. تو صورتم نگاه کرد و اومد برای لج کردن. به آقای ایکس برای چی اون روز دروغ گفتی؟ پشت سر فلانی برای چی غیبت کردی؟ به فلانی برای چی تهمت زدی؟ برای چی فلان گناه رو انجام میدی؟ برای چی گناه ایکس رو انجام میدی؟ گناه ایگرگ رو انجام میدی؟ از سن تکلیف تا روز تصادف خدای من شاهده که هر چی گناه کرده بودم و گفت، ریزشو گفت، درشتشو گفت، صغیرشو گفت، کبیرشو گفت، همه رو گفت. من واقعا مونده بودم این کیه؟ باورم نمیشد یه چهره‌ای خارج از چهره دنیویه، یه شخصیت دنیوی نیست، فکر میکردم دنیویه. اومدم برای اینکه از این موضوع خارج شیم، از این بحث خارج شیم، اومدم با دروغ از بحث خارج شیم. گفتم که چی میگی؟ یادم نمیاد. کی؟ من یادم نمیاد. چی میگی؟ دروغ نگو. گفت یادت نمیاد؟ من یادم میاد. تو چشمام نگاه کرد، گفت من یادم میاد. و واقعا هم یادش بود، چون من توبه نکرده بودم. امام صادق روی فدا فرمود توبه نصوح که هر بنده از خدا، بنده هایی از خدا توبه نصوح که میکنه، توبه واقعی، خداوند سبحان تمام شواهد رو دچار فراموشی میکنه. اعضا و جواهر دچار فراموشی میشن، زمین دچار فراموشی میکنه، تماما دچار فراموشی میشن. ولی من توبه نکردم، اصلا یاد توبه نیفتاده بودم بابت تمامی گناه ها. و اون یادش بود و میگفت. چون اومدم با دروغ بحث رو عوض کنم، گفت تاریخ دقیق گناه ها رو گفت. چند تاش حتی مثال زد. پنجشنبه صبح ظهر، چهارشنبه شب بود، صبح بود، غروب بود، سوار موتورت بودی، سوار ماشینت بودی، فرزند تهران پارس، صادقیه، ونک، تنها بودی، با فلانی بودی، سوار ماشینت بودی، سوار موتورت بودی، یادت نمیاد؟ من یادم میاد. حالا با این چهره نه، با یه غضب خاصی میگفت که من از ترس به مادرم گفته بودم مادر فقط میلرزیدم، فقط میلرزیدم از ترس روی تختش. حتی برای تکون دادن انگشتای دستم اختیار دست خودم نبود، همه چی تحت تسلیم این آقای دکتر بود، فقط تسلیمش بودم. و حالا چه اتفاقی میخواد بیفته نمیترسیدم، نمیدونستم واقعا چه اتفاقی میخواد بیفته، نمیدونستم، همه چی سردرگم، یه حالت مات و مبهوت که این آقا کیه، از کجا اطلاع داره،
که من چقدر گناه کردم، اینا رو از کجا خبر داره و حالا میخواد چی کار بکنه؟ باشه، و چه اتفاقی میخواد بیفته؟ مشابه یک پلک به هم زدن غیب شد و دوباره عین یک پلک به هم زدن ظاهر شد که دیگه دست خالی نبود و حرف از لحظات آخر میزد، میگفت آخراشه، میگفت آخراشه. من دیگه اونجا باورم شد آخراشه. آخه داره داد میزنه، آخه یه چیزی دستشه. به مادرم گفته بودم شبیه تیغ جراحی بود و واقعا هم آخرش بود، چون این طرف برگه احتعاضم مادرم امضا کرد، اعضامم اهدا شد. واقعیت امرم همین بود. من ضریبوشیم بین 0 و 1 بود، گاهم رو 0 میومد. ضربان قلبم من واقعا نامرتب میزد. دستگاه اینو نشون میداد، نه اینکه دکتر بخواد تصمیم نادرست بگیره، دستگاه نشون میداد. عرض شود که 30 ثانیه وقت بود. اوکی. نشست رو سینه، کارو تموم کنه. آخراش بود، لحظات آخر. چی میخواد؟ چه کاری از دستت برمیاد؟ هیچ. چی شد؟ اول جوانی هنوز در درست تو تموم کردی، نه کار نه استفاده. هیچ. کات، واقعا هم کات داشت میکرد. نشسته بود رو سینم که کارش انجام بده، اونم مأمور بود و معذور. باورم نمیشد تو هر صدم ثانیهش چی میگذشت به من. نمیدونید واقعا به من چی گذشت، که چه اتفاقایی افتاد، چی به من گذشت. خیلی سخت، فقط همینو میتونم بگم، خیلی وحشتناک سخت. مرسی اومدیم. خواهش می‌کنم. خوشحالیم که اینجاییم. انشالله که روزات به سمت خدا باشه. زنده باشید، موفق. اهدنا الصراط المستقیم. آمین. یا علی. باید جوونی یاد